به نام خدا. سلام، سپهر مستاجران هستم. خیلی خوش اومدین به قسمت جدید برنامه گلدن تیوی. امیدوارم این قسمت از برنامه مثمر ثمر برای شما عزیزان باشه. ممنون میشم هر انتقاد و پیشنهادی دارین حتما واسمون کامنت بذارین و به بهبودی برنامه کمک کنین. در این قسمت از برنامه در خدمت سرکار خانم نیوشا هردانی هستیم. امیدوارم که مثمر ثمر برای شما عزیزان باشه. در خدمتم خانم هردانی. منم سلام میکنم خدمت شما و همه همراهان شما. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و در خدمتتون. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین خانم هردانی. ممنون از دعوت شما. از خودتون یکم بگین خانم هردانی، رشته تحصیلیتون چی شد که اصلا وارد این هیته شدین؟ من نیوشا هردانی هستم، آرشیتکت و مدرس فن بیان و صداسازی و خب الان در حال حاضر 2 شغله هستم. کارشناسی ارشد معماری دارم، معماری دارم، اما خب الان هم در حوزه معماری فعالیت میکنم و هم مدرس فن بیان و صداسازی هستم. اینکه چی شد وارد این حوزه شدم، من از بچگی انتخاب مربی ها بودم برای حالا گروه سرود، گروه تئاتر و این همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه من 17 سالم شد در مدرسه هدف بودم، دبیرستانم. و اونجا خیلی مربی ها، معلم ها و بچه ها، دوستام همه میگفتن اینجا تو خیلی صدات متفاوته، خیلی صدات بمه، خیلی صدای گرمی داری و خیلی جدی‌تر بهش فکر کن و حالا برو تو کار گویندگی، برو تو کار صداسازی. و اونجا بود که من یک جرقه توی ذهنم زده شد که شروع بکنم توی مبحث صداسازی فعالیت کردن و دیگه اونجا از رادیو سامن شروع کردم. رادیو سامن یک رادیویی بود که ما هزینه‌ای رو که دریافت می‌کردیم صرف بچه‌های بهزیستی می‌شد و بعد از اون معرفی شدم به رادیو اصفهان و دیگه فعالیت خودم رو شروع کردم تا به امروز که در خدمت شما هستم. خیلی هم عالی. ادامه ندادین در رادیو اصفهان، درسته؟ خیر. من حدود 4 سال فکر میکنم سال 96 تا 1400 من در رادیو اصفهان بودم، ولی بعد از اون جدا شدم و به صورت خصوصی دارم فعالیت میکنم. بسیار عالی. آکادمی رویا یا سخن، درست میگم؟ بله. این چی شد؟ استارتش از کجا شروع شد؟ چند ساله دارین شروع به کار میکنید؟ ببینید، آکادمی رویای سخن اصلا چی شد که به وجود اومد و تأسیس شد؟ من نیاز مردم رو دیدم، چیزی که واقعا فکر میکنم اولین نکته مهمیه که هر مربی باید در نظر بگیره. برای اینکه شما یک صدای خوبی داشته باشید، برای اینکه یک فن بیان قوی داشته باشید، باید در ابتدای اختلال‌های خودتون رو بشناسید، اونها رو برطرفشون بکنید و بعد بتونید در زمینه صداسازی و فن بیان فعالیت بکنید. من به ذهنم رسید که یک آکادمی رو تأسیس بکنم که در کنار اینکه شما یک صدای خوبی خواهید داشت، یک فن بیان قوی خواهید داشت، بتونید اختلال‌هاتون رو بشناسید، اونها رو بررسی بکنید و رفعشون بکنید. این جوریه که میتونید تکمیل باشید. درسته. پس عموم مردم میتونن از آکادمی شما استفاده بکنن یا فقط برای قشری خاصی از جامعه است، مثل گوینده ها یا مثلا کسایی که علاقه دارن به مجریگری یا گویندگی؟ واقعا این یه سوال خیلی خوبیه، چون که بیشتر مردم فکر میکنن کسایی که کلاس گویندگی یا حالا فن بیان شرکت میکنن حتما باید یک مجری خیلی خوبی باشن یا بخوان در زمینه مثلا دوبله فعالیت بکنن. اصلا چنین چیزی نیست. باید بهتون بگم که دوره صداسازی، دوره فن بیان مختص به تمام مردمه. اگر شما میخواید که یک گوینده خوبی باشید که خب باید کلاس رو شرکت بکنید، باید دوره های فن بیان و صداسازی رو ببینید. اگر میخواید یک درآمد بالایی داشته باشید، فروش بیشتری داشته باشید، بتونید توی ارتباط هایی که دارید، مثلا با پارتنرتون یا با دوست هاتون میخوان یک ارتباط خیلی خوبی داشته باشید، تک تک این موارد در واقع به صداسازی و فن بیان نیاز داره. دقیقاً. پس عموم مردم میتونن استفاده بکنن از آکادمی. بسیار عالی. خب نیاز هم هست دیگه از نظرشو، به قول شما توی حالا یه جلسه کاری باشه، با پارتنر باشه یا حالا کسایی که دوست دارن توی این حرفه فعالیت بکنن، نیازه که
اون فن بیان رو داشته دقیقاً. باشه. یه چیزی بگم بهتون، خیلی از افراد یک سری خلل‌هایی دارن که اعتماد به نفسشون رو گرفته. یک مثال براتون میزنم، مثل حرف ر. شاید خیلی از شماها باهاش مواجه شده باشین. ر رو میگین ر، یا س رو میگین ث، یا با کناره های زبون میگید. دقیقاً. طرف اعتماد به نفسش میاد پایین. من هنرجویی داشتم که میگفت نیوشا، من رفتم توی جلسه خواستگاری و به خاطر اینکه سه میزد، طرف بهم گفتش مونو که زبونی حرف میزنی، و باعث شده که اعتماد به نفسش بیاد پایین. و باید بهتون بگم این دوره‌ای که من دارم، کلا دوره صداسازی و فن بیانی که حالا طرف میخواد شرکت بکنه، تمام اینها رو داره و این خلل و اختلالی که داره باید برطرف بشه و بعد وارد مبحث صداسازی و فن بیان بشه. درست. خیلی از خواننده هم الان فکر کنم عمدی اصلا این کارو میکنم. درسته؟ که ژئو. دقیقا دقیقا یه پستی گذاشته بودم در این باره که دیدم همه تگ کرده بودن که دقیقا آره عمدی این کارو میکنه که واقعا زیبا نیست. این نه، یک اصلا. اختلاله در گفتار. دقیقاً. خانم عدا، توی این مسیری که اومدین با چه چالش‌های همراه بودین؟ چالش، یک چالشی که من خیلی باهاش روبرو هستم، هنرجوهایی هستن که زیر نظر یک اساتیدی آموزش دیدن که غیر اصولی بهشون آموزش دادن و باعث شده که تارهای صوتیشون آسیب ببینه. این خیلی برای من واقعا غم انگیزه که چرا افراد میان روی آدم‌ها و انسان‌های عادی امتحان میکنن که ببینن آیا میشه یا نه. و خب چه اتفاقی میفته؟ هنرجوهایی رو داریم که آسیب جدی به تارهای صوتیشون وارد شده و خب به نظر من این خیلی یک موضوع خیلی بزرگیه و از همه افراد هم خواهش میکنم که به صورت اصولی آموزش ببینن و هوشیار باشن. این خیلی موضوع مهمیه دقیقا. و این یکی از چالش‌های خیلی بزرگیه برای من که میبینم الان خیلی زیاد شده. فضای مجازی رو که باز میکنین پر شده از اساتیدی که همه میان صداسازی آموزش میدن، گویندگی آموزش میدن، اما چجوری؟ غیر اصولی. غیر اصولی. خودتون رو بدون رقیب میبینین توی استان اصفهان خانم اردانی؟ نه، رقیب داریم؟ داریم. ببینید این که میگیم بدون رقیب ببینید، هر کسی داره در حوزه خودش فعالیت میکنه. من اینو رقیب نمیدونم، ولی چیزی که برای من خیلی اهمیت داره اینه که همه با هم دوست باشیم، همکار باشیم. این خیلی میتونه قشنگ باشه. یکم سخت نیست تو اصفهان این کار؟ خیلی سخته. نمیخواستم بگم ولی شما باعث شدید که بگم بسیار سخته. این که میگم بحث رقیب و رفتارها ایجاد میکنه که حالا طرف بگه که نه ایشون رقیب منه، باید یه رفتاری بکنم که از این خانوم بزنم جلو. در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. همه دوستیم، همه رفیقیم، همه میتونیم کنار همدیگه پیشرفت بکنیم و یه چیز جالبتر این که یاد بگیریم از همدیگه چیز یاد بگیریم. این خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. دقیقاً. برنامه‌تون برای آینده خانم اردانی دوست دارین گسترش بدین آکادمیتون؟ 100%. برنامه‌ای که من در نظر گرفتم از اون جایی که خیلی دوست دارم تمام مردم یک صدای گرم و دلنشین داشته باشن، یک فن بیان قوی داشته باشن، آکادمی رویای سخن نه تنها در اصفهان، قراره در شهرهای بزرگ ایران تأسیس بشه. بسیار عالی. به زودی زود. من جزء برنامه ها 100%. خیلی هم نزدیکه. خب نمیگین که الان نمیگم ولی به زودی اعلامش میکنم. درست. بسیار عالی. اهل مطالعه هستین خانم اردانی؟ بله. آخرین کتابی که خوندین؟ آخرین کتابی که خوندم هنر در لحظه زندگی کردنه. من خیلی به کتاب‌های روانشناسی علاقه دارم، خیلی. اینکه روی خودمون کار بکنیم این خیلی میتونه به ما کمک بکنه که
علاوه بر اینکه یک چهره زیبایی داشته باشیم، یک شخصیت بسیار زیبا داشته باشیم. چیزی که الان خیلی دوره. الان همه ما بیشتر به ظاهرمون میرسیم، ورزش میکنیم، کلی به صورتمون میرسیم، اما وقتی یک نفر رو میبینیم، شاید بارها براتون اتفاق افتاده، یک نفر رو میبینیم خیلی خوشگله، ولی وقتی صحبت میکنه میگین وای کاش دیگه ادامه نده. برای همه ما اتفاق افتاده. یه چیزی هم هست، میگن کسی که صداش خیلی خوبه مثلا سیمای خوبی خوبی نداره. حالا دور از جون شما البته. نه خواهش می‌کنم. از نظر شما صدا بیشتر مهم‌تره یا سیما؟ به نظر من صدا جذاب‌تره. میدونی چرا؟ میشه همین قضیه که براتون تعریف کردم. یک نفر رو میبینیم خیلی صورت معمولی، البته بگم که همه زیبا هستن، اما میبینیم یک صورت معمولی داره، ولی وقتی صحبت میکنه دوست داریم گوش بدیم، دوست داریم ببینیم چی میگه. اما یک نفر خیلی خوشگله ولی وقتی صحبت میکنه دفعه میگیم خب بس دیگه، کاش دیگه ادامه نده، کافیه. دقیقاً. اگه این قدرت رو داشتین که با گذشته برگردین و 3 چیز در مورد خودتون تغییر بدین، چی بود خانم اردانی؟ خیلی سوال قشنگی پرسیدی. اون ای کاش زندگی میشه دیگه. دقیقاً. من اگر به گذشته برگردم، یک مقدار توی وقتم بیشتر دقت می‌کردم که اینقدر شیطنت‌های دوران جوانی رو نداشته باشیم، چون کمتر اون موقع‌ها دوست داریم پیشرفت بکنیم. موقع بیشتر تو فکر شیطنت هستیم و کمتر شاید وقت بذاریم برای ارتقای خودمون و این رو زمانی می‌فهمیم که 30 سالمون بشه. این رو کاملا متوجه هستم. و یک مورد دیگه‌ای این که اگر از چیزی ناراحت میشم باید بگم، باید بیانش کنم و نباید اجازه بدم که درون خودم باشه. خشم هم مثل بقیه احساسهایی که داریم باید ازش استفاده بشه، اما خشم درست و بجا. من واقعا اگر برگردم به گذشته، یکی این که اگر کسی ناراحتم میکرد حتما بهش میگفتم، اون لحظه اجازه نمیدادم توی خودم قرار بگیره و اینکه در زمانم یک مقداری بیشتر دقت میکرد. بیشتر روی پیشرفت کاریتون تلاش میکرد. 100% که الان افسوسیشو نخورم یه جاهایی. دقیقاً. چقدر خانواده پشتیبان شما بود خانم اردانی در این مسیر؟ خیلی خیلی زیاد. من پدرم و مادرم به شدت پشتیبانی بسیار خوبی برای من بودن و به من اجازه دادن و فضا دادن که اون استعدادی رو که دارم بتونم نشون بدم. همیشه کنارم بودن، با ذوق با شوق ازم حمایت میکردن و به نظرم این مهمترین چیزه. دقیقاً. حمایت خانواده خیلی مهمه. هنوزم که 100% حمایتشون هست. 100%. بله همیشه. پس فکر می‌کنم تو این برنامه جاش باشه، دور می در اختیار شماست، از پدر و مادرتون تشکر کنی، هر چی که دوست دارین بهشون بگی. خب مثل اینکه قراره گریه کنیم الان این قسمت. مامان، بابا، خیلی ازتون ممنونم که اینقدر پشت من بودین، با ذوق و شوق باعث شدید که من روز به روز پیشرفت بکنم. هر جایی که خسته شدم شما بودین که بهم گفتین نیوشا پاشو، کم نیا، برو جلو، تو میتونی. و الان اگر که من اینجا نشستم و کلی موفقیت‌های خیلی زیادی کسب کردم، همه به خاطر شماست و خیلی دوستتون دارم. بسیار عالی. مطمئناً کیف میکنن شما رو که میبینن خانوادت. اینطور. خانم اردانی خیلی ها میگن فن بیان چیزی نیست که بخوایم آموزش بدیم، یه ژن از بچگی بوده تو وجود اون شخص و نمیشه زیاد اصلا آموزش داد. شما نظرتون چه در مورد این جمله؟ ببینید این که میگید که اصلا نمیشه آموزش داد، این کاملا یک مبحث اشتباه و غلطیه. شما وقتی رزوناتورهای بدنتون رو به خوبی نشناسید، یک مثال براتون میزنم، میتونم الان با این دوربین بگم. من براتون سلام خوب هستید رو میخوام با چند تا رزوناتور بگم. پس اگر نیاز مربی نداشته باشیم پس قطعا باید اینا رو بتونیم به راحتی بگیم. انجامش میدم. سلام خوب هستید؟ من نیوشا اردانی هستم. سلام خوب هستید؟ من نیوشا اردانی هستم.
سلام خوب هستید؟ من نیوشا هردانی هستم. سلام خوب هستید؟ من نیوشا هردانی هستم. میشه به تک تک این صداها دست پیدا کنید؟ باید روی تک تک رزوناتورها کار بشه در ابتدا. باید بشناسید حنجره خودتون رو. بدون اصلا حنجره چند قسمت داره. من یه جایی میخوام یک ارتباطی بگیرم با پارتنرم، نباید اینقدر جدی حرف بزنم. باید انرژی زنانه داشته باشم. یه جایی که میخوام برم مصاحبه کاری، 100% توی مصاحبه کاری باید با قاطعیت صحبت بکنم، قدرت بیان بالاتری داشته باشم. تک تک اینها نیاز به آموزش داره که باید آموزش ببینن. این که میگن استعداد هست، یه سری از افراد یک صدای خوبی دارن، اما اینکه باید تقویتشون بکنن، خودش به تنهایی کافی نیست. دقیقا همینطوره. مرسی بابت توضیح قشنگتون. خواهش می‌کنم. من میتونم باهاتون رو راست باشم یکم؟ بله خواهش می‌کنم. تا حالا شده توی جلسه کاری یا حالا مثلا یه جایی بودین سوء استفاده بکنین از صداتون؟ مثلا توی جلسه کاری بودین میخواین مثلا یه قراردادی رو ببرین، اول مخالفت میشه با نظری که داشتین، ولی بعد که صحبت میکنین و صداتون رو میشنوه یا مثلا از عمد شده این کار رو انجام بدین؟ بله خیلی جا. چرا دروغ بگم. کجا بوده بهتون خیلی کیف داده؟ من تازه فارغ التحصیل دانشگاه شده بودم. میخواستم توی شرکت معماری فعالیت بکنم. اصلاً توی زمینه معماری فعالیت نکرده بودم. میتونم بگم یک دانشجوی تازه کار بودم. رفتم اونجا مصاحبه شرکت کردم. من قبول شدم. فقط به خاطر گفتارم و صدایی که داشتم. البته اینا میگم یه هنره و بله حالا به خب. عنوان بله دید خب. بعد اصلا من نمیخواستم بگم. نه دقیقا بله. و اونجا من استخدام شدم و همین الانش هم همینطوره. میدونم اگه یه جایی برم و بخوام توی یک جایی حالا فعالیت بکنم، میدونم 100% قبولی رو دارم. قبول میشه. بسیار عالی. به مهاجرت فکر کردین خانم اردانی؟ من نه. دوست ندارین مهاجرت رو؟ نه اصلا. دلیلتون؟ من دلیلم این که بگم بابای من راهنمایی که بودن میخواست منو داداشمو بفرستن. من اینقدر گریه کردم اون روز که من نمیخوام برم، من اصلا نمیتونم. و الانم همینطوره. الان به هیچ عنوان دوست ندارم که مهاجرت بکنم. به نظر خودم اینجا خیلی راحت‌تر میتونیم کار بکنیم، فعالیت بکنیم اگر راهش رو بلد باشیم. دقیقاً همینطوره. و منم خیلی وابستم. خیلی مشخص وابسته بود. به خانواده وابسته هست. دقیقاً. چند تا کلمه میگم خانم اردانی خیلی کوتاه در موردش صحبت بکنیم. زاینده رود. زندگی. رویای سخن. پیشرفت، هدف، پول، ثروت. تعصب دارین روی آکادمیتون؟ خیلی. چون میدونم خیلی متفاوت. از چه نظر میگه متفاوت خانم اردانی؟ ببینید من هم گفتار درمانی دارم کار میکنم، هم صدا سازی و هم فن بیان. یعنی با یه تیر من دارم سه نشونه میزنم. و این واقعا همون چیزیه که یک شخصی میخواد برای اینکه بتونه توی زندگی اجتماعی و شخصیش پیشرفت بکنه. اینکه خلل‌هاش برطرف بشه، اختلال‌ها بررسی بشن، برطرف بشن، بعد از اون وارد مبحث صداسازی و فن بیان بشیم. خیلی قشنگه. دقیقاً همینطور. خیلی‌ها بر این باورن که کار کردن توی اصفهان با بقیه شهرها خیلی فرق داره. خیلی سخته. خیلی از مهمانام همینه دیدشون. خیلی سخته، چون مخصوصا اگر خانم باشیم خیلی سخته. دقیقاً. ولی یه چیزی بگم، دخترها رو خیلی پرقدرت میکنه توی اصفهان به نظر خودم. پرقدرت هستن خانم توی اصفهان فکر میکنم نسبت به بقیه شهر. بله اینو قبول دارم. ولی بیشتر از خدا به دادمون برسه. یه جوانی که تازه فارغ التحصیل شده از دانشگاه خانم اردانی و میخواد مسیری که شما طی کردین رو بیاد استارت کارش یا آکادمی بزنه، مدرس فن بیان بشه، اولین پیشنهادی که بهش میدین چیه؟ اولین پیشنهادم بهش این که از آموزش دیدن نترس. غرورت رو بذار کنار، آموزش ببین. بعد تا اون جایی که دیگه خودت فکر میکنی که واقعا میتونی به درستی اطلاعات درستی رو به هنرجوهات بدی، شروع کن به هنرجو گرفتن. همون اول نخواد که مثلا. دقیقاً. من الان خیلی میبینم مربی هایی که کتاب میخونن و میان آموزش میدن.
خب این عمق فاجعه است و به نظر من باید آموزش ببینیم. من همین الان آموزش میبینم، اصلا هم ترسی ندارم که بگم که وای نه من همه چیز خودم تنهایی یاد گرفتم. اصلا چنین چیزی نیست. چیزی که من میبینم و مثلا ازشون میپرسم که خب پیش کی آموزش، من خودم از اول بلد بودم، اینجوری میگن، و در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. ما همیشه از مهمانمون یک هدیه برای بینندگانمون خانم هردانی میگیم. چی دوست دارین هدیه بدیم به بینندگان ما؟ خیلی هم عالی. من به بینندگان شما میخوام 40% تخفیف کلاس های حضوری رو تقدیمشون بکنم که حالا زمانی که این برنامه پخش شد میتونن در واقع ثبت نام خودشون رو شروع بکنن با 40% تخفیف. هر کسی از طرف برنامه اومد 40% تخفیف بله، در آموزش حضوری. چند جلسه از خانم هردانی؟ 8 جلسه هستش و هم صداسازیه، هم فن بیانه و هم گفتار درمانی. و شما بعد از جلسه 4 تغییرات صدا و گفتارتون رو میبینید. بسیار عالی. خیلی ممنون بابت هدیه‌تون. خواهش می‌کنم. سوالی بود که دوست داشتین بپرسم و جواب بدین خانم هردانی؟ سوال نه، همه چیز خیلی کامل بود، اما من میتونم یه صحبتی فرد داشته باشم با مردم اصفهان. بله حتما. من میخوام که این رو بگم که همه ما به هم وصلیم، یک زنجیره‌ای هستیم که به هم دیگه همه وصلیم. من به شما نیاز دارم، شما به من نیاز دارین، من به مربیم نیاز دارم، مربیم به یک شخص دیگه نیاز داره و این چرخه ادامه داره. به هم احترام بذاریم، در کنار هم دیگه باشیم، هیچ کس بالاتر نیست، این رو بدونیم و همه به هم دیگه کمک بکنیم که همه پیشرفت بکنن توی زندگیشون. چیزی که من خیلی این روزا میبینم و خیلی قصه میخورم سر این موضوع اینه که خیلی ها خودشون رو بالا میدونن، من آموزش نمیبینم، من پزشک هستم، شما اصلا نباید اینجوری با من صحبت بکن. هر چیزی بچه ها یکم پایین بیایم و انسانیم همه ما و در کنار همدیگه سعی بکنیم پیشرفت بکنیم. اینجوری دنیای قشنگتری داریم و با همدیگه مهربون باشیم. همین. بسیار عالی. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین خانم هردانی و لذت بردیم. امیدوارم که برای بینندگانم همینطور باشه. مرسی.